صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به کولوسیان، 12مین بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. فیض و شادی خدا یکتا بر شما باد. امیدوارم که روز خود را با مطالعه کردن کلام خدا آغاز کرده و طالب شنیدن ندای حق باشید. به یاد داشته باشید که هر وقت گفتار خدا را مطالعه می کنید و یا می شنوید، این خداست که در حقیقت داره با شما صحبت می کنه. پس چه خوب است که سراسر وجود خود را متوجه او و کلام مقدسش بکنیم تا فیض و رحمت و قدرت را یافته و از او هدایت شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا در برنامه این ساعت ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به مسیحیان شهر کولوسیه بگشایید تا از آیه 11 دنبال کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند تمنا کنیم که با عطا کردن روح القدسش ما را تعلیم بدهد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. وقتی شخصی تصمیم میگیرد که مسیحی بشه و اعتماد و ایمان خود را بر مسیح زنده می نهد، روح قدوس یا روح القدس خدا او را در بدن مسیح غسل می دهد و یا او جزئی از خانواده ایمانداران محسوب می گردد و عضوی از کلیسای مسیح. صاحب تولد تازه‌ای میشه، تولدی که شخص در آن صاحب بصیرت و فطانت و دید تازه‌ای نسبت به دنیا و خدا و عالم معنویت و هستی‌ها می‌گردد و نظر او نسبت به زندگی و مردم تغییر کامل می‌کند و از آن به بعد هدفش اینه که پاک و مقدس زندگی کنه، زیرا خدا گناهان او را بخشیده و او را پاک محسوب می‌کند، چون ردای مقدس عدالت مسیح رو در حقیقت از آن خود نموده و یا عدالت مسیح زنده او را می‌پوشاند. لازم است که به خاطر داشته باشیم هیچ تشریفات و رسومات ظاهری عامل نزدیک شدن ما به خدا و مسیح مقدس نمی‌گردد و اینکه رسومات شریعت و امر به معروف و نهی از منکر نبوده است که ما را عضو خانواده آسمانی نموده، بلکه فقط و فقط ایمان بوده، ایمان به عیسی مسیح، به گفتارش، ایمان که عامل تولد تازه ما شده است و ایمان به خداوند، ایمانی که عامل رشد در امور معنویت می‌گردد. حضرت پولس در رساله‌اش به کولوسیان به این موضوع مهم اشاره کرده و با دعوت کردن ایمانداران یا پیروان عیسی مسیح به غرق شدن در کلام خدا، آنان را در حقیقت تشویق می‌کنه که زندگی پاک و مقدس و با ایمانی رو داشته باشند و به آنها اخطار می‌دهد که در هر کجایی که از این عالم باشند، در هر زمان و موقعیتی که باشند، فلسفه‌های بشری زیادی است که سعی داره که توجه آنان را از ایمان به مسیح به دلیل و برهان نفسانی و فانی بشر معطوف سازند. برای همین است که میگوید شما در ایمان متوجه حقیقت خدا شدید، به وسیله ایمان شاهد لطف و کرم و فیض خدا شدید، بنابراین در ایمان هم باقی بمانید و با ایمان حجت اقامه نموده در برابر وسوسه ها و تحریکات دنیا و تعلیمات پوچ انسانی و فلسفه ها ایستادگی کنید، زیرا راه شناخت خدا ایمان است. به وسیله ایمان خدا میدانیم که عالمها را ساخته و به وسیله ایمان میدانیم که خدا عیسی مسیح را فرستاد به این جهان. از آیه 11 الی 15 در دنباله تعلیمات خود رسول خدا اینطور میگوید، میفرماید شما در مسیح مختون شده اید به ختنه‌ای ناساخته به دست، یعنی بیرون کردن بدن جسمانی به وسیله
اختنان مسیح و با وی در تعمید مدفون گشتید که در آن هم برخیزانیده شدید به ایمان بر عمل خدا که او را از مردگان برخیزانید و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید و آن دستخطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خویشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را علانیتاً آشکار نمود، چون بر آنها ظفر یافت. دوستان عزیز، در این آیات حضرت پولس به یکی از مهمترین موضوعی که مسیحیان اولیه با آن روبرو بودند و خود عیسی مسیح نیز به شدت با آن مبارزه کرد اشاره میکنه و خاطر نشان میسازد که بشر هرگز نه به وسیله اعمال خودش و نه به وسیله قانونهایی که در باب مذهب وجود دارن میتونه نجات پیدا کنه و به حضور خدا برسد و مقبول پسند خدا بشه، بلکه فقط و فقط به وسیله یک چیز و آن به وسیله ایمان است. ایمان به آنچه که خدا برای نجات او انجام داده است و پذیرفتن آن میسر. دوستان عزیز، تعلیمات غلطی که در کلیسای کولوسیه پیش آمده بود از چند شعبه آبیاری می شد. اول مذاهب و عقاید مرموز بتپرستان که در آن زمان به شدت رایج بود و در بعضی از این مذاهب یک حالت صوفیگری را نیز تعلیم می‌دادند. دوم، ستاره شناسی و یا مذهبی که اعتقاد بر سرنوشت بشر را در ستارگان و حرکت آنان می‌دانستند. بعضی‌ها اشاره به مذهب زرتشت نیز در اینجا می‌کنند. سوم، فلسفه های یونانی که در هر قسمت از زندگی انسانها مخصوصاً در این دوره نفوذ شدیدی کرده بود و سرانجام رسومات مذهبی یهود که یهودی ها تعلیم می‌دادند که بدون انجام آن هرگز مقبول پسند خدا واقع نمی‌شوند. و باید گفت که علت وجود این نوع تعلیمات این بود که کسانی که بر اثر شنیدن بشارت انجیل در شهر کولوسیه مسیحی شده بودند قبلا یا بت پرست بودن یا ستاره پرست بودن و یا مذهبشون همون فلسفه های یونانی بود و یا از یهودیت به سوی مسیح روی آورده بودن و چون تعلیمات انجیل با عقاید و روش زندگی آنان بسیار مغایرت داشت، یک حالت نگرانی خاصی در بین آنها پیش آمده بود. آنها ترس داشتند و نمی‌دانستند که آیا تمام عقاید و اعتقادات قبلیشان کاملا غلط بوده یا فقط بعضی از آنها درست نبوده است. و چون یهودیان یگان افرادی بودند که قبل از مسیحیت به خدای واحد معتقد و در نتیجه خیال می‌کردند خودشون فقط راست بودند، خود رو بیش از دیگران به حقیقت انجیل نزدیک می‌دانستند. تعلیمات و سر و صداهای آنان بر بسیاری از این افرادی که از بت پرستی دست کشیده بودند و تازه به سوی خدا یکتا روی می آوردند اثر می گذاشت و آنها به مردم می گفتند که شما که مسیحی شده اید، شما که از بت پرستی یا فلسفه پرستی و ستاره شناسی دست برداشته و مسیحی شدید، باید رسومات دینی یهود را که مسیحیت از آن سرچشمه گرفته پیروی کنید و به هر حال باید بدونید که چون مسیح خود نیز نژاداً یهودی بوده، بنابراین شما نیز بایستی از رسوم یهود پیروی کنید. در غیر این صورت ایمانتون باطل و نزد خدا مقبول واقع نخواهید شد. ولی حضرت پولس از آیه 4 عقاید ستاره شناسی و فلسفه و بت پرستی رو رد میکنه و این نوع تعلیمات رو رد کرده و ثابت میکند که فقط و فقط ایمان به مسیح بود که آنان را از بت پرستی به سوی راستی هدایت نمود و اکنون پاک و عادل شدند. و حالا از این آیات اشاره به ادعای آن دست از یهودیانی که میگفتند که خداپرستی بدون اجرای رسومات و تشریفات دینی کامل نیست پاسخ میدهد. از آیه 11 رو به آنان کرده و میگوید وقتی شما به مسیح پناه آوردید، او شما را از تمام هوس‌های ناپاکتون آزاد کرد. به شما تولد تازه بخشید، فکر تازه‌ای به شما داد، دید باطنی عطا کرد. خوب خودتان حالا قضاوت کنید که به چه دلیل این تغییرات عظیم در زندگی شما به وقوع پیوست.
آیا به خاطر اینکه سنت‌های مذهبی یهود را انجام دادید؟ آیا سنت ختنه که یک عمل انسانی است و یهودیان آن را جزو شرایط مقبول خدا واقع شوند را کرده اند، آیا این عامل نجات شما بوده و به شما این دید روحانی و زندگی تازه عطا کرده و شما را به سوی خداپرستی کشانیده و عشق به خدای نادیده را به خاطر عمل ختنه در قلبتون به وجود آمده؟ مسلماً که نه، بلکه با یک عمل روحانی بود که شما صاحب فطانت و حکمت معنوی شدید. با یک عمل روحانی بود که بخشش گناهان را نصیب خود کردید و آن را دریافت نمودید. عملی که عیسی مسیح برای شما انجام داد، یعنی با شستشوی جانهای شما و یا با فدا کردن جان خود در راه شما و تاوان دادن برای گناهانتون، با کفاره شدن در راه شما و پذیرفتن آن به وسیله ایمان از طرف شما. به زبان دیگر رسول خدا میگه اگر شما 100 بار هم ختنه بشید ولی ایمان به عیسی مسیح نمی آوردید، لحظه ای هم از گناه دور نمی شدید و در نتیجه صاحب حکمت و فطانت روحانی نیز نمی گردیدید. اگر شما ای مسیحیان شهر کلوسیه امروز ملاحظه می کنید که خداوند به شما برکت داده به خاطر ایمانتون بوده و نه به خاطر تشریفات مذهبی. اگر شما روزه می گرفتید و 7 بار مثل یهودیا هر روز به سوی اورشلیم دعا می کردید ولی ایمان به مسیح نمی آوردید، امروز عادل و پاک محسوب نمی شدید، ولی ایمان شما عامل گردید که مقبول خدا باشید، ایمان به کاری که مسیح برای شما انجام داد. و اگر هم عمل ختنه انجام نداده اید، هیچ اثری در نجات شما و در نزدیکی شما به خداوند نداشته و ندارد. چرا؟ آیه 12 میگوید چون وقتی غسل تعمید گرفتید یا وقتی که ایمان به مسیح آوردید و حاضر شدید در جلو عام به ایمان خود به مسیح معترف شده غسل تعمید را بگیرید، طبیعت کهنه و گناهکارتون با مسیح مرد و دفن شد. بعد با مسیح از مردگان بیرون آمدید و زندگی واقعی را از سر گرفتید، زندگی تازه‌ای را از سر گرفتید، چون که به کلام خدای توانا ایمان آوردید که مسیح را پس از مرگ زنده کرد. دوستان عزیز، در اینجا لازم می‌دانم که درباره تعمید و مقصود از مردن با مسیح به طور بسیار مختصر مطلبی خدمتتون عرض کنم تا سوء تفاهم پیش نیاید. ببینید، تعمید علامت و نشان است، یک سمبوله و عامل نجات نیست. اتفاقاً نقشی هم در نجات ما ندارد. دقت کنید دوستان عزیز چه میگویم؟ ما مسیحیان هر کسی که به عیسی مسیح ایمان میآوره میگیم باید غسل تعمید بگیره. خود عیسی مسیح نیز این را امر فرموده. ولی دقت کنید دوستان عزیز، تعمید یک علامت و نشان است، سمبوله. سخن از چیز دیگری میکنه، سمبل یک حقیقت دیگری است و عامل نجات من و شما نمیشه. یعنی شخص اگر غسل تعمید بگیره نجات پیدا نمیکنه. خدا به خاطر تعمید گرفتن گناهان بشر را نمیآمرزه. اتفاقاً تعمید در نجات ما نقشی ندارد. به زبان دیگر، اگر شما ایمان به عیسی مسیح نیاورده باشید ولی غسل تعمید بگیرید، نه 1 بار بلکه 10 بار، بدانید که هیچ تغییری در موقعیت شما و مخصوصاً در رابطتون با خدا یکتا به وجود نمیاد. ببینید، در غسل تعمید قدرت پنهانی وجود نداره. یک سر عجیبی نیست که آدم آن را بگیره و به اصطلاح از قدرت طلسم برخوردار بشه. در غسل تعمید نیست که گناهان ما بخشیده میشه، بلکه نجات ما به خاطر ایمان به آنچه که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد میسره، یعنی کفاره دادن گناهان ما بر روی صلیب. وقتی که ایمان به این حقیقت میاریم، وقتی که مسیح را به عنوان نجات دهنده و مولای خود میپذیریم، وقتی که قبول میکنیم که مسیح به جای من، به جای شما بر بالای صلیب جان سپرد تا کفاره گناهان ما را بپردازد، آن موقع است که ایمان میآوریم و نجات را تحصیل میکنیم، نه به خاطر غسل تعمید. در اینجا ممکن است سوال کنید که اگر در تعمید یک اسراری وجود نداره و عامل نجات نیست،
چرا ما مسیحیان باید غسل تعمید بگیریم و امر به انجام آن داده شده است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کنم که اولا ما تعمید میگیریم به خاطر اینکه تا شهادتی باشد مبنی بر اینکه شخص به عیسی مسیح ایمان می‌آورد و خود را تسلیم مسیح کرده و می‌خواهد برای او زندگی کند. به زبان دیگر تعمید یک سمبل و نشانه. دوم، شخص به وسیله غسل تعمید نه فقط اعلام می‌دارد که به جرگه ایمانداران پیوسته است، بلکه به جهانیان می‌گوید که نسبت به خود و خواهش‌های جسم و اراده خود می‌میرد و از این پس به عنوان کسی که صاحب زندگی تازه‌ای شده برای خدا و برای مسیح مقدس زندگی می‌کند و به خاطر اراده حق عمر خود را به سر می‌آورد. چشم به خواست خدا دارد، به اراده خدا دارد و از آن پیروی می‌کند. سوم، همان گونه که در این آیات آمده است، غسل تعمید نشان مردن نسبت به گناه میباشد و زنده شدن برای پاکی و تقوا. غسل تعمید در مسیحیت خیلی عمل ساده است. شخص به وسیله کشیش یا شبان کلیسا یا اسقف در برابر شاهدان تمام بدنش را در زیر آب قرار می دهد و بعد بالا می آید. وقتی که شخص به زیر آب میره، سمبل و نشان مدفون شدن یا مردن می باشه. مردن نسبت به گناه. و وقتی که از آب بالا میاد، سمبل زنده شدن است. غسل تعمید سمبل مرگ و رستاخیز عیسی مسیح نیز می باشه و یادآور زندگی تازه و پاک و پرجلاله. بنابراین دوستان عزیز، بر ما و همه کسانی که مسیحی می شوند واجب است که غسل تعمید بگیریم. ولی در اینجا لازمه که یادآوری کنم که غسل تعمید به خودی خود عامل نجات و بخشش گناهان نمیشه، بلکه سمبل مرگ و رستاخیز مسیح و علامت مردن ما به خواستهای جسم و زنده شدن برای چیزهای مقدس است. مطلب مهم دیگری که پولس رسول از بیان این آیات در نظر دارد اینه که او اشاره به تولد تازه می کند. او می‌خواهد به مسیحیان شهر کولوسیه و یا به آنانی که از بت پرستی و یا ستارش پرستی و یهودیت و فلسفه پرستی به سوی عیسی مسیح زنده روی آوردن یادآور بشه که آنچه که عامل نجات و بخشش گناهانشون شده، آن عاملی که آنان را به سوی تقوا و بخشش هدایت نموده و به آنها فکر نو و امید نوعی عطا کرده است و دید نوعی را نصیبشون کرده، اعمال مذهبیشون نبود، اعتقادات فلسفیشون نبود، بلکه چون که به کلام خدا ایمان آوردن، یعنی وقتی پیام انجیل رو شنیدن آن را قبول کردن و ایمان آوردن که خدا مسیح را از مردگان برخیزانیده، به این درجه تقوا و خداشناسی رسیدن. به زبان دیگر نتیجه ایمانی که به مسیح آوردن، به پیام انجیل آوردن، این بود که خدا گناهان آن را بخشید و به آنها تولد تازه عطا کرد و دید و بصیرت روحانی عطا نمود. و سپس برای اینکه تغییرات عظیمی که خدا در زندگی فرد آنان به خاطر ایمانشون به کلام مقدس و به مسیح مقدس انجام داده است اشاره کند، از آیه 13 الی 15 شروع میکنه به عنایاتی که بر اثر ایمان به مسیح نصیبشون شده است اشاره بکنه. میفرماید و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید. و شما را که در خطایا و نامختونی جسم خود مرده بودید با او زنده گردانید، چون که همه خطایای شما را آمرزید و آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و بر خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت و از خیشتن ریاسات و قوات را بیرون کرده آنها را اعلانیتاً آشکار نمود، چون در آن بر آنها ظفر یافت. ترجمه ساده تر این آیات اینطوره که شما ای مسیحیان قبل از این که مسیحی بشید در گناهاتون مرده بودید
و هوس‌های گناه‌آلودتون هنوز از شما جدا نشده بود، ولی خدا از حیات مسیح سهمی به شما داد، چون تمام گناهانتون رو بخشید و سند محکومیت شما را که نشان میداد از دستورهای خدا اطاعت نکرده اید از میان برد، نابود کرد. خدا اعمال نامه شما را گرفت و آن را بالای صلیب مسیح زد و تمام گناهان شما را به حساب مسیح گذاشت و بدین ترتیب قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می‌ساخت در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به طور واضح و روشن نشان داده که مسیح روی صلیب بر شیطان پیروز شد و شما هم در صلیب او از تمام گناهانتون پاک شدید و در نتیجه چون که با مسیح هستید بر شیطان نیز پیروز می‌شوید. دوستان عزیز، وقتی به معنی این آیات بسیار مهم توجه و دقت مبذول بدارید، سخن از عنایات و لطف عظیم خدا می‌کند و نشان میده که چگونه ما میتوانیم جواب و نیاز واقعی خود را، یعنی رها شدن از اسارت و ظلمت شرارت، به دست بیاوریم. زیرا به هر حال هدف همه مردمی که طالب خدا هستند اینه که راهی بیابند تا بتونن از شر گناهانی که آنان را اسیر و در بند خود کرده و مانع رسیدن به خالق است بیابند. مسیحیان شهر کولوسیه از این آزادی بهره‌مند شده و صاحب حیات جاودان شده بودند. تجربیاتشون و تغییرات عظیمی که در زندگیشون رخ داده بود همه گواه این واقعیت بود که خداوند آنان را به خاطر ایمانی که به عیسی مسیح آورده بود بخشیده و آنها صاحب نجات بودند و در نتیجه نامشون در دفتر حیات برای ابدیت ثبت شده بود. برای آنها ثابت شده بود که خدا آنها را بخشیده و دیگر گناهانشون رو به حساب نمی آورد. دوست عزیز، آیا شما طالب این چنین اطمینان هستی؟ آیا قلباً می‌خواهی بدانی که به راستی خداوند گناهان شما را بخشیده و به شما حیات جاودان عطا کرده است؟ اگر این اطمینان رو داشته باشید می‌دانم که هرگز از مرگ نخواهید ترسید. چرا؟ چون می‌دانید که مرگ در حقیقت دریچه‌ای است که شما را به سوی خالق خود و حیات ابدی و بهشت سماوی هدایت می‌کند. در آیه 13 پولس میگه که ای مسیحیان عزیز، کافی است که به زندگی گذشته خود نگاه کنید تا متوجه حقانیت نجاتی که به وسیله ایمان به مسیح دریافت نمودید بشید. زمانی شما در گناهانتون مرده بودید یا قبل از اینکه مسیحی بشید هیچ رابطه حقیقی با خالق خود نداشتید و در حقیقت خدا را هم نمیشناختید و نه فقط با خدا رابطه‌ای نداشتید و او را نمیشناختید، بلکه اسیر هم بودید، اسیر هوا و هوس و خودخواهی‌ها و شرارت و گناه، دزدی، حقه بازی، کلک و غیره. بنده شیطان بودید. چرا؟ چون که در گناه اسیر بودید. و وقتی که اسیر گناه باشید مسلماً که از حیات الهی، از بهشت موعود نیز بی بهره بودید و آنچه که در انتظارتان بود همان آتش جهنم بوده. این حالت و موقعیت شما تا قبل از اینکه به مسیح ایمان بیاورید بوده. افکارتون آلوده بود، حرفای دهنتون زشت و ناپاک بود، ولی ببینید به خاطر قبول کردن پیام انجیل و یا به خاطر ایمان آوردن به کلام خدا و پیروی کردن از عیسی مسیح امروز نه فقط موفق به شناخت خدا یکتا شده اید، نه فقط قدرت خدا را در زندگیتون دریافت کردید تا دیگر افکارتون، حرفایتون، اعمالتون در پی چیزهای زشت نباشه، بلکه خدا از حیات عیسی مسیح نیز سهمی به شما داده. یا خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. دقت کنید دوستان، خدا شما را شریک در حیات ازلی و جاودانی عیسی مسیح کرده است. یعنی همان گونه که مسیح مقدس برای ابدیت زنده است و در حضور خداست، شما نیز اکنون این عطیه جاودانه را از خدا دریافت کرده اید. چرا؟ آیا به خاطر اینکه لیاقتش رو داشتید؟ آیا به خاطر اینکه مذهبی بودید؟ آیا به خاطر اعتقاد به خدا داشتید؟ خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر اینکه شما ایمان به منجی و فرستاده خدا و کلمه حق عیسی مسیح آوردید و در نتیجه ثمره این چنین ایمان این بود که خداوند از راه محبتش، لطفش تمام گناهان شما را بخشید. ببینید دوستان عزیز، نمیگوید که انشاءالله خدا به خاطر ایمانی که به مسیح دارید گناهانتون رو در آینده خواهد بخشید. خیر، میفرماید خدا تمام گناهان شما را بخشید.
ببین زمان مربوط به گذشته است. خدا این کار را یعنی براتون انجام داده، نه اینکه انجام خواهد داد، بلکه انجام داده. و اون نتیجه‌ای که میبایستی به خاطر گناهانتون تحمل کنید، یعنی آتش جهنم و مرگ ابدی، خدا آن را از شما دور کرده است. چرا؟ چون او آن را به حساب مسیح گذاشت. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب جان داد. برای همین بود که مسیح بر روی صلیب عذاب میکشید. او کفاره و تاوان گناهان من و شما را میپرداخت. خودش گناهی نکرده بود که شایسته صلیب بشه. خودش خطایی نکرده بود که شایسته زجر کشیدن باشه. او نیازی نداشت حتی به این عالم بیاد، ولی حاضر شد مثل انسانی بشه، زجر بکشه، مشکلات را تحمل کنه، فوشها را تحمل کنه و حتی به بدترین نحوی یعنی بر صلیب جان بدهد تا من و شما از جهنم آزاد کنه، تا من و شما را برهاند. و دوستان عزیز، این لطف را خدا به همه مردم دنیا نموده است. اگر آنانی نیز مثل شما به سوی کلام خدا آمده و به مسیح ایمان بیاورند و از او اطاعت کنند، امروز این لطف خدا را نیز نصیب خود کردند. راستی برادر عزیز و خواهر گرامی من، شما چه؟ آیا شما دعوت خدا را پذیرفته اید؟ آیا امروز در راه خدا هستید؟ آیا نجات را شامل حال خود کرده اید؟ خدا کند که اینطور باشد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که نجات خدا را شامل حال خودتون کرده باشید، یعنی به مسیح ایمان آورده و از او پیروی کنید. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.